اگه این 5 نکته رو رعایت نمی‌کنی، باید بولت ژورنالتو بندازی دور. مدام بولت ژورنال خودتو با بقیه مقایسه می‌کنی و حس می‌کنی اندازه کافی خوشگل نیست. بس کن. درسته که توش میشه نقاشی کشید، درسته که میشه خیلی خوشگل درستش کرد، ولی هدف اصلیش برنامه‌ریزیه. اینو یادت نره. هر ماه کلی برنامه‌ریزی می‌کنی، ولی آخرش نمیای ارزیابی کنی خودتو، ببینی چی برات جواب داده، چی جواب نداده. یه روش ممکنه برای من نازنین خوب باشه، ولی برای تو خوب نباشه. یه وقت کوتاه آخر هر ماه بذار، اون ماهت رو مرور بکن و ببین چیا رو باید تغییر بدی. از قبل میشینی کل برنامه ماهت رو دقیق مینویسی، هیچ جای مانورم براش نمیذاری. بس کن. حسن بولت ژورنال اینه که انعطاف پذیره، اینه که نسبت به توی اون لحظه میتونه تغییر پیدا کنه. اول سال که میشه، تابستون که میشه، وقتی وقتت زیاده، میشینی بولت ژورنال تو طراحی میکنی، ولی ازش استفاده نمیکنی. بولت ژورنال یه ابزار زنده است. بذارش دم دستت، همراه خودت داشته باشش. خودتو موظف کن هر شب بهش سر بزنی. اینجوری کم کم به استفاده ازش عادت میکنی. 5 تو کپشن بهت گفتم.